الله متعال جن و انسان ها رو تنها برای عبادت خود آفریده است. عبادت این توحید الوهیت می باشد که داخل در خود توحید ربوبیت را نیز می گیرد. عبادت این چیزی است که در آن محبت شدید، خوری، پیروی و اطاعت، این چنین اثبات صفات های کامل الله متعال موجود است. توحید تا آن وقت کامل نمی شود که پیروانش برای الله دوست ندارند و برای الله دشمنی ننمایند، تا از پیروان شرک و کفر بیزاری نکنند و از آنها دور نشوند، با آنها دشمنی و براءت نشان ندهند. بسیار آدمان خود شرک نمی ورزند و پیروان توحید را دوست می دارند، اما از پیروان شرک بیزاری نمی کنند، به آنها کمک می رسانند و یاری می دهند. و این گمراهی بزرگ و نادانی نسبت به کلمه لا اله الا الله است، زیرا این کار در این کلمه به معنای بیزاری از شرک و پیروان آن، دشمنی و نفرت به آنها می باشد. مسلمانان باید این را درک و فهم کنند، این چنین مقصد آفرینش خود و موجودیتشان را بدانند و بدانند که اسلامشان تا وقت کامل نمی شود که به الله، کتاب او، پیامبرش، مؤمنان صادق نباشند و از کفار بیزاری ننمایند. بزرگترین هدف و بزرگترین نعمت این برپا نمودن توحید در زمین الله و بیرون آوردن بندگان او از عبادت غیر الله به عبادت الله می باشد.